سلام. ببخشید واسه تقصیر ما نبود، هنوز دوستان دارن وارد میشن. ما برای اینکه میتونیم ببندیم ولی خب از اون ور ما کتکشو میخوریم نه شما. من یاشا خوزویی ام، مجری امشب از طرف مرسی. اینا اون دوستایی هستن که دعوتشون کردم. از طرف گروه کمدی MA6 خیلی ازتون ممنونم، متشکرم که تشریف آوردیم. بعد از یک هفته سخت، خیلی جنگای طولانی، مجید جوهری میشه نمیشه، علی احساسی رأی میاره نمیاره، گور پدر لیبرالا، فقط کانزرواتیو، ولی اتفاق خوبی که حداقل افتاد اینه که مجید جوهری دیگه نماینده ما نیست. به هر حال حالا سیاسیش نمیخوایم بکنیم. مرسی، واقعا ممنونم که پنجشنبه شبتون رو واسه ما گذاشتین و این سالن تقریبا پر شده. اونایی هم که نیومدن فکر کنم که تو راه هم دارن میاد. بارون شدید هم داره. اولین چیزی که میخوام بهتون بگم، بخندین دیگه. یعنی حتی اگر ما بی‌مزه بودیم شما بخندین. چون ما ایرانی‌ها عادت داریم، ما ایرانی‌ها میگم منم جزوشونم، منم سخت خندم، اسمش رو گذاشتم سخت خنده. اگر دیدین خنده داره خواهش می‌کنم بخندین، چون به هنرمندای ما کمک می‌کنین، انرژی بهشون میدین. خوشخنده هم هستین، همتون دارم می‌بینم. ولی ما برای ذخیره خنده هم آوردیم، یعنی کسی که واسمون بخندم اینجا هست، نگران اون نیستیم. در حال دیگه خودتون ضرر میکنین. 20 دلار رو دادین پس هم گرفته نمیشه، یعنی بهتون نمیدیم پولو دیگه. یه توضیح کوتاه دیگه بدم که این گروه چجوری تشکیل شد. بعد از یه سری روزمرگی‌هایی که ما تو تورنتو داشتیم و دیدن این حجم از ایرانی که مهاجرت کردن اومدن کانادا و من خیلی خوشحالم با این بابت، به خاطر اینکه کامیونیتیمون خیلی داره بزرگ میشه. فکر کنم به همین زودی‌ها ایتالیایی‌ها و چاینیزا هم بزنیم دیگه، یعنی بریم صدر جدول کامیونیتی‌های بزرگ کانادا و تورنتو. دیدیم که این کامیونیتی چرا نبود؟ چون ما دیدیم که مثلا شب‌های مافیا داره برگزار میشه. ما خودم شخصا دیدم که تخت گذاشتن وسط ریچموندی دارن قلیون میکشن. یعنی دیدم واسه چی یه استندآپ کمدی ما برگزار نکنیم. به خاطر همین 4 نفر به غیر از من که بسیار کمدینای خوبی هم هستن، از اقصا نقاط GTA از نیو مارکت بگیریم تا دانتاون، امشب قراره که این 4 نفر واسه شما برنامه اجرا کنن. اسم گروه هم گذاشتیم MA6 که یه مخففی از ما 6 نفر، ولی خب از MI6 هم برداشتیم که خیلی بی‌مزه است میدونم، ولی ما 5 نفریم. چرا 6 نفر نشدیم؟ بماند. مشکلای همیشگی ما ایرانی. من دیگه آخرین چیزی که واسهتون دارم و بریم مستقیم سر اجراها، معرفی کوتاهی از بچه‌هایی که قراره امشب واسه شما استندآپ کنن. نفر اول اسمش مهدی نظرآهاریه. مهدی خیلی آدم بیشیله پیله‌ایه، بزرگوار اهل نظام‌آباد هم هست، خیلی بچه مشتیه، خیلی بزرگواره، خیلی اعتقاد به تیشرت‌های چسبون داره. به خاطر همین این تیشرت‌هایی که تن ما می‌بینی که آرم گروهمون خورده و خیلی هم چسبونه و شیکممون معلومه، به خاطر مهدی. مهدی خیلی بازوهای دم کرده‌ای داره، ولی یه ماهی هستش که به خاطر مشغله زیاد نتونست بره جیم. ممکنه یه ذره از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم دمش خوابیده تر باشه. در هر حال شما ازش قبول کنید. مهدی کابینت سازه، خیلی کابینت ساز خوبی هم هست، کار شوت کار دست میکنه. و اینکه مهدی فقط یه ایراد داره که 8 صبح شروع میکنه 12 ظهر تمام میکنه. یعنی اگه پروژه‌ای دارین که میخواین یه ماه تحویل بگیرین ممکنه 3 ماه بشه، ولی شما باهاش برین چون فوق‌العاده کارش خوبه. نفر دوم امیر عنبریه. امیر عنبری یه ذره با فامیلیش مشکل داره، ما نداریم، خودش مشکل داره.
بی خود و بی جهت هم تشدید میذاره رو عینش. یعنی خب عنبری که میگی فکر می‌کنیم خب یاد یه چیزایی میفته، خودش میفته، ما نمیفته. امیر بعد از یه مبارزه خیلی سخت با مرگ، اینو جدی میگم، بعد از یه بیماری خیلی سخت مرگ و شکست داد و به زندگی برگشته. این خیلی دقیقاً امیر از عینک دودید پروگرسیو بدش میاد. دلیلش هم ما نمیدونیم چیه، یعنی خودمون هم هنوز نفهمیدیم، ولی خیلی بدش میاد. حالا شاید شما راضیش کنین کسایی که عینک پروگرسیو دارن امشب راضیش کنین که عینکشو بزنه. امیر توی دانتان کار میکنه، بغل یونین استیشن. توی یونین استیشن خودتون تو راشاور رفتین، خب خیلی شلوغه. ولی خب امیر چون بچه بالا شهره، بچه قیطریه است، فکر میکنه که وقتی وارد یونین استیشن میشه این قطار تی تی سی باید وایسه، اون مأمور تی تی سی پیاده شه، یه تعظیم به امیر بکنه، همه اینایی هم که تو قطار بودن و کابین بیان بیرون اونا هم تعظیم کنن، امیر سوار شه تو راشاور بیاد تو نوریورک. ولی چون این اتفاق واسش نمیفته و کسی مهم نیست که امیر بچه کجاست، امیر همیشه پیاده از یونین استیشن تا نوریورک میاد. یعنی هر وقت بهش زنگ بزنین هن و هن کنه داره میاد بالا. نفر سوم علی عبدیه. پسر اکبر عبدی. بله دست بزنید. چرا باورتون شد اکبر عبدی یه دختر بیشتر نداره؟ علی عبدی فقط دسته. خب علی عبدی پسر پرویز عبدیه، قهرمان تکواندو، باباش خیلی خفن بوده توی کاراته. ببخشید کاراته. علی خودش ادعا میکنه تو جمع خودمون که میشینه میگه من دان یک بین‌المللی دارم. ما هر چی سرچ کردیم هم چیزی رو پیدا نکردیم، ولی برای اینکه بهش روحیه بدین شما هم بگین که تو دان یک چیز بین‌المللی رو داری. علی بنده خدا وقتی 4-5 سالش بود سرزمین کهن رو بازی کرد. کیا دیدن سرزمین کهن رو؟ 3 نفر 4-5-6 نفر. به هر حال یه سریال معروفیه در ایران. علی 6 سالش بود اینو بازی کرد، متاسفانه 16 سال این سریال توقیف شد. یعنی علی میتونست یه نوید محمدزاده‌ای، نمیدونم این جوونای بهرام افشاریان یا افشاری کسی باشه، ولی خب چون کارش توقیف شد متاسفانه موف کرد اومد کانادا، الان داره پخش میشه، نمیتونین تشخیصش بدین چون یه آدم 6 ساله بود، الان یه آدم تقریبا 27 ساله است. نفر آخر جان چه نقشی داشته؟ میگه که من نقش اصلی اون بچه کوچیکه نقش اصلی رو دارم، ما هرچی گشتیم اونم پیدا نکردیم. یعنی نمیدونم حالا راست میگه جان؟ بله خوبه شما شناختین به به پس بهش بگین که میشناسینش. خوشحال. نفر آخر عرفان آقا براریه. من مطمئنم تک تک اینا که سود زدم واسش همشون هم بازوهاشون دم کردن بچه باشگاه. معلومه. عرفان یه مردیه با پیرنهای همیشه باز، گردنبندهای طلا انواع اقسام، همیشه به خودش اتکلون میزنه، پر از سراتینه، پروتئینه، کراتینه، قرص هر روز 3 بار وقت پا میشه 3 بار وقتی میخوابه میخوره این قرصا رو به ما هم پیشنهاد میکنه. فوق العاده سوالای مهمی تو زندگیش میپرسه. مثلا من یاشا خوزویی اگر در حال احتضار باشم و در حال مرگ، مثلا دارم براش یه چیزی میگم، خیلی چیز مهمی دارم میگم، عینکم تو چشمه، علی و عرفان یهو میپرسه که راستی عینک رو از کجا گرفتی؟ یعنی واقعا سوالای خیلی مهمه. یا تیشرت جنسش چیه؟ خیلی هم این چیزا واسش مهمه. جوری که مثلا نمیره مکدونالد کافی بخوره، فقط استارباکس کافی میخوره. خیلی دوست داره خلبان بشه، هنوز که تا 27 سالگیش خلبان نشده. به خاطر اینکه میگم فقط بلند کردن و بلدم، نشوندن و بلد نیستم. تو تایید میکنی؟ دقیقاً. به خاطر این آخرین باری هم که رفته صحبت کرده با یه استاد خلبانی که بتونه بره وارد این پروسه کاری بشه و آموزش بشه، چون خیلی سوالای مهم از استاد خلبانش پرسیده، ایشون هم همونجا ردش کرده. به هر حال مرسی از این که امشب تشریف بردیم. ما 2 بخش داریم. یه بخشمون استندآپ سولوه که
دوستان ما تکی اجرا میکنن به مدت 10 12 یا 15 دقیقه. بعد یه آنتراک 15 دقیقه‌ای داریم که میتونید تشریف ببرید بیرون از خودتون پذیرایی کنید. برمیگردیم یه سورپرایز خیلی خوب واسهتون داریم برای آخر برنامه. یه بازیه که شاید شما خودتون بخواید توش شرکت کنید. مرسی. میریم برای اجرای اول. ممنونم.